این دوست عزیزی ما با چیکار بند باشد؟ عزیز دلی دارم جام کوروش کبیر رو میسازم که اصطلاحاً بهش میگن ریتون هخامنشی. جام کوروش کبیر. بله. و آمادش کنم برای دوست مراد عزیز که با خودش ببره تاجیکستان. زنده و سربلند باش. این جام کوروش کبیر رو میبریم ما تاجیکستان. انا هنرهای دوستی ما رو بینین. هر یک کدام همین هیکلچه‌هایی که شما میبینید مضمون و معنی خودش دارد. ایران یک شهر دو روز گشته است. مولی بود نشیده اون یک کارم نه رفته است. خیلی ببینید ما در جایی هستیم که این که این طرف هم که های ما این مهمانخانه کلان نه این سمرقند و بخارا دستن که مهمانخانه ما دوی میکنه بود اکنون تجش بو هستن خاصه گم همه همه کنید چی میگن دیزاینی کردن یا شو کردن همه جو بجو کردن موندگی اینه اندام بینیم یک کتری نیست تا کارو بینیم همه رو شو کردن بود هواش هم رنگی بود هوای تاجیکستان اینه این خراب شمال خراب خیلی یکی میبره یکی ايش میکنه یکی افتام میکنه رنگی بهاری خدمه یا برکه سر قدم همی خونه را میشون تا میتونم خانه خونه اینجا در علی قطعی اویده شای اینجا همه خلاکی بسیار کجایی که راه دور سفر کنن زنو شما میبنن این جای خوبی ما بسم الله الرحمن الرحیم اینه یه مشاوز خوب بوده موز خسته بوده همه خوبه خوب اینه میبینی رنگ قدیمه اینه ردیوی قدیمه هم مچنه قدیمه کرده در میدونی وانا و توالتی زمانوی خیلی نشون با نگه که نشون میتونی برای این درانه وانا و توالتی زمانوی کرده نه دیده هم خیلی سمرقند دیده بودم هم خیلی همیده مونان این خونه قدیمه هم کم کم سوسش کرده هم خیلی از سمرقند دیده بودم در رگستان این خیلی نقش مرزانه و قیمتی نیست سهری روزه هیچ که نیست مانم که همین صندوق رو چی باشه اوه بچه ایش زمانی حافظ و این کتابو رو بینید انا دوستی عزیز آمدم کارخانه دوستی عزیزم بله ها سلامت باش دوستم خوش اومدی خوش باش سلامت بودیم من دیشب نخوابیدم تا ریتون هخامنشی رو برات آماده کردم حاضر دوستای عزیز مبارکه شبی درست و ساعت 2 یک جا بودیم دیدن که اینا کارش هست اینو ببینید که چیکار کردیم بهترین هزار رحمت دست درد نگینه میندار اینا با جان و دل از ایران باستان به تاجیکستان میبرم و یک جای تاریخی ده میمونمش که همه خیلی بیسته و از
فقط چلاو بخوریم و زنده باش. تشکر دوستان. میندار خدا نگهبان. زنده باش. مبارکت باشید. رحمت. این برادر توفای دوستی عزیزم. زنده باشید. دوستی عزیزم. یک جایی که میریم تماشا کردن ما راستی گپ در دهه‌ای که یا زندگی میکنن بوی تاجیکستان هم میکنن. باور کنید بوی تاجیکستان این همه فارزبانو در یک جای زندگی میکنن که درختامون چهارمغز، توت، آلوچه تمام این درختایی که میبینید همه چی در تاجیکستان خونه هست. ما با میریم یا پایانشو تماشا میکنیم باور کنید جای دلکشا دل فرا حلاوت بود. ما میریم پایانو تماشا میکنیم. اینو ببینید داری حوالی رو آب ببینید. اینجا آشیانه پایانش. اینجا آشیانه بوده. اینجا آشیانه پایانش که یک بریم بچیده پرد. اینجا همه خوشه گندم دانغره دانو غله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. همه خونه کدوم میره ایره بینید. دیدین اینجا جای خوب. نه دوستی عزیزم ایره بینید حلاوت بریم. که عجایب. این همه در هم دورای قدیم ساختگی. اینجا همش همه خونه‌های سالهای قدیمه. اینو ببینید. دیدم برادرم. این خما شاخه میگیم کو این شاخه را اصلیش ایجاد بوده اینا. اصطلاحاً اینجا بهش میگن یواشین. بعد از پوست و روده گوسفند استفاده میکنن برای غلاف کردن. این رو ببینید این شاخه برای گندم بود کردن ها. یعنی در روز انگور میگرفتن هر چی که میشه در درون میگرفتن. زنده باش برادرم. باخشم بگیر. ای باغ میگیره با باغ هم داره. این خیلی جاش همه زمانوی کنگی. های برکلو بابا های برکلو. ای زنده باش دست درد را نبیند. سلام. اینجا ده باغ. قربانه. ای زنده باش. یا چی میگم این در ایش مردونه ایش زنونه. یک تخت کردی میدونن که مردک تخت کرد ایش تخت کردی که میدونن زنک تخت کرد. در درجه عالی و همه وقت مادرها را حرمت کنید. زنها را حرمت کنید نه که بینی خیلی نباشه. دیدین چی معنی را داره؟ کسی فهمید. من نمیگم که حرمت نکنین. حرمت کنین چند قیمت حرمت کنین فقط هم خیلی نباشین. ای پشتی زن مادر خفه باشه، ای پشتی زن پدر خفه باشه، ای پشتی زن یارو برادر خفه باشه. هم خیلی نباشین. فهمیدین خیلی چی گفتم؟ خدا نگهبان تا یکی اثرهای دوستی ما که بینیم که چقدر زیبا کشیدگی را بینیم. سیمرغ ببین سیمرغ عامل نسبت به هنر خیلی برجسته‌ای که داره خیلی برجسته صاف شده. تا اینجوری همدیگه رو ببینیم بگردم داشت خوش میگردم خوش میگذره عزیز دلم نمیشه خب خوش میگذره الحمدلله از تاجیکستان من به تو بازی کرده بودم آره شما خوبه السلام علیکم خوب شما ازش باشید کشور شما رو دیدین خیلی لذت بردیم هدیه که ایشون دادن واسه تولدمون بوده آدم بهترین هدیه گرفتن
شما بوده ریپلا کردم مثلا ایران شهر کلان هر بجای میری اما سه قدیمه را میبینی این طرف کوی کلان علی بالا کوی کلان من دوستای عزیز ایران چی دارن تخت جمشید من تخت شاه جمشید برادرها رودکی تاجیکستان نه اینجا همه شویران همین همجا شویران دیگر رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری آمدم گفته رودکی تاجیکستان فارسی و انگلیسی نویسه که خیلی انگلیسیش میفهمم کم این همه شاعر رو دارم اینجا عمری خیام میگه گر باده خوری تو با خیرتمندان خور یا با سنمی لاغروخی خندان بسیار مخور گیرد مکن پاش مساز کم کم خورو گه خورو بیمار بازم دست خیام نگفته است می حرام است و حرام بر پخته حلال است و بر خام حرام یکی از روبوت‌های عمری خیام دارد زنده و سربلند باشید راستی ما اینجا آمدیم در باغ گشته است بودیم در شهر ملایر که ناگهان و فکرم که از شهرداری من برادر من اومد همین خواهش کردیم که نه ما کار داریم و میریم مقصد نه گفت یک بار شما رو اومد میمونداری کنیم اینا دوستای ما از ایران اینا آمدن ما را اینجا مهمونی دعوت کردن نصیب ده همین بده اینه با مجبور ممکنه گفتیم نه راه من برای میریم اینجا بینید که چیزایی جمشید های کروش و بهترین با میدرم داره چی گپی باشم میبینه شیر رو ببینه خیلی جای دیگه فرا شو کودرم چی گپی ای زنده باشند مردم شهرداری اومدن خودمون زنده باش دوستان زنده باش سربلند باشه که جانم زنده باش آقا علی سربلند باشن اینم در رستوران بگیم طربخانه بگیم کروش این چقدر درجه اولی ساخته گرده کروش این روبرو رو بینه بینه کروش ویپ کروش ویپ بدایجا کروش ویپ
شرشره را بینید. دوستای عزیز، یا تونل دمه داریم نگاه یک جا میگویم. تونل دیده؟ ها که نگاه. هو 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 نگاه یک جا میگویم. دیده؟ در مومیاباد شما نامه سایکو هم ترین های تونل مدروی برای نام وعده خواه بیجه وعده خواه ساخنه برو پایان شهر جای رستورانی فروش بودن اینجا با مدروی این تونل دا مدروی نیره های تونل مدروی او تونل مدروی اینجا